سلام دوستان، در این درس با حرفی تا شناس میشیم. حرفی تا آوازی ت را ifade میکند و در کلمه های استفاده میشود که از زبان عربی به زبان ما آمدند. یعنی کلمه هایی که اصلا فارسی یا تاجیکی هستند با اون تی که در درس‌های قبلی ما با شما آموختیم با اون نوشته میشن. با این ت کلمه های نوشته میشن که از زبان عربی به زبان ما آمدند و خوب اگرچه کلمه های عربی هستند اما دیگه مال خود همین زبان ما شدند. البته چند استثناء یا چند موردی هست که این حرف ت در کلمه هایی که اصلا فارسی هستند استفاده می شود، اما خیلی انگشت شمار است این کلمه هایی که در آنها حرف تا استفاده می شود. حرف تا در همه حالت یک شکلی نوشت دارد که به این شکل است، یعنی چی در مابین، چی در آخر و چی در اول کلمه تنها همین یک شکل استفاده می شود. و حالا مثال ها رو با هم می بینیم. این حرف تا است که آواز ت را ifade کرده است و این هم حرف الف است، هر دوش می شود تا، و این هم هی حوض است که در زیرش علامت زیر یا کسره آمده است، می شود هی، و این هم ر همش می شود تا هیر. یا کلمه دیگر رو می بینیم که این حرف خ است، در بالایش علامت فتحه یا زبر آمده است، می شود خ، و این هم حرف تا است که ت را ifade می کند، می شود خط، و در بالایش علامت فتحه یا زبر آمده است، می شود خطه، و این هم ر همش می شود خطر. یعنی شما شاید پی برده اید که این کلمه ها اصلا از زبان عربی به زبان ما آمدند. یا کلمه دیگر که جا میبینیم الف است، در زیرش علامتی زیر یا کسره آمده است، میشد ای، و این هم حرف ر است که هر دوش میشد ایر، و این هم حرف ت است که در زیرش علامتی زیر یا کسره آمده است، میشد تی، و این هم ب، و این هم الف هر دوش میشد با، و این هم حرف تا که در آخر آمده است و آواز ت را ifade میکند، همش میشود چی؟ ایر، تی، بات. و کلمه دیگر رو میبینیم که این حرف تا است که در بالایش علامت فتحه یا زبر آمده است، میشود تا، و این هم حرف ل است که در بالایش علامت فتحه یا زبر آمده است، میشود ل، و این هم حرف ب است، همش میشود چی؟ طلب. و این هم حرف خ است که در بالایش علامت فتحه یا زبر آمده است، میشود خ، و این هم حرف تا است که میشود ت، همش میشود چی؟ خط. و این هم حرف خ است که با الف پیوست شده میشود خا، و این هم حرف تا است که در زیرش علامت زیر یا کسره آمده است، میشود تی، و این هم ر همش میشود خا تیر. و این هم حرف سین است که س را ifade میکند، در بالایش علامتی فتحه یا زبر آمده است، هر دوش میشود س، و این هم حرف تا است که در مابین آمده است و ت را ifade میکند، هر دوش میشود ست، و این هم حرف های هوتی است که ه را ifade میکند و همش میشود ست. های هوتی هم مثل حرف تا در کلمه های عربی که از زبان عربی به زبان ما آمدن استفاده می شود. یا کلمه دیگر رو می بینیم که این حرف شین است که ش را ifade می کند و در بالایش علامتی فتحه یا زبر آمده است، می شود ش، و این هم حرف ر است، هر دوش می شود شر، و این هم حرف تا است که آواز ت را ifade می کند و همش می شود چی؟ شرط. خوب دوستان، همین بود معلومات مختصر درباره حرف تا که در کلمه های استفاده می شود که عمدتاً عربی هستند و از زبان عربی به زبان ما آمدند و کلمه های خودی شدند در زبان ما.
امیدوارم این درس خوشتان آمده باشد. تا درس‌های دیگر موفق باشید.